مواد جذب نشده و گوارش نیافته، آب و دیگر مواد از طریق دریچه ایلیوسکال که در انتهای روده باریک هست وارد روده بزرگ میشن. این مواد در طول روده بزرگ حرکت کرده و به تدریج آب این مواد گرفته میشه تا برای دفع آماده شن که در نهایت مواد دفعی به صورت ارادی از بدن خارج میشن. خب ابتدا آناتومی روده بزرگ رو به صورت کلی توضیح میدیم و بعد عملکرد روده بزرگ رو بررسی میکنیم. روده باریک از طریق دریچه‌ای به نام ایلیوسکال به ابتدای روده بزرگ متصل میشه. ابتدای روده بزرگ رو بهش میگیم سکوم یا روده کور. پس میشه گفت که روده کور بخشی از روده بزرگ هست که روده باریک به روده بزرگ متصل شده. روده کور در سمت راست بدن هست. آپاندیس یه زاده کوچیک به اندازه انگشته که از ابتدای روده بزرگ یعنی روده کور منشعب میشه. پس میتونیم بگیم که روده کور به آپاندیس ختم میشه. در دیواره آپاندیس بافت لنفی قرار داره و بافت‌های لنفی هم لنفوسیت‌ها رو که جزء سلول‌های ایمنی بدن هستن رو میسازن. در ادامه روده کور کولون بالارو قرار داره. کولون بالارو همانند روده کور در سمت راست بدن قرار گرفته. کولون افقی از سمت راست بدن شروع میشه و تا سمت چپ بدن ادامه پیدا میکنه. کولون افقی زیر دیافراگم قرار گرفته. کولون پایین رو در سمت چپ بدن قرار داره و در نهایت کولون پایین رو به راست روده ختم میشه. راست روده تقریبا در خط میانی بدن قرار گرفته. انتهای راست روده به مخرج ختم میشه. مخرج دو تا اسفنکتر داره. اسفنکتر داخلی و اسفنکتر خارجی. اسفنکتر داخلی مخرج دارای ماهیچه صاف هست و بنابراین فعالیت غیر ارادی داره. اما اسفنکتر خارجی مخرج از نوع ماهیچه مخططه و فعالیت ارادی داره. و اما نکات مهمی که بایستی بهش دقت کنید اینا هستن. دیواره روده بزرگ هم مثل بقیه بخشای لوله گوارش از 4 لایه اصلی تشکیل شده. لایه مخاطی، لایه زیر مخاطی، لایه ماهیچه‌ای و لایه بیرونی. دیواره روده بزرگ برخلاف روده باریک پورز نداره. یاخته های پوششی مخاط روده بزرگ ماده مخاطی بدون آنزیم ترشح میکنن. روده کور و راست روده بخش هایی از روده بزرگ هستن. یعنی مواظب باشید اینا را جدا در نظر نگیرید. در واقع برای بررسی های دقیق پزشکی هر بخش از روده بزرگ را جدا نامگذاری کردن. فعالیت‌های روده بزرگ رو به 5 بخش تقسیم کردیم. حرکات روده بزرگ، ترشحات، عمل جذب در روده بزرگ، ورود مواد به روده بزرگ و در نهایت انعکاس دفع مدفوع در روده بزرگ. خب پس به ترتیب این 5 مورد رو بررسی می‌کنیم. حرکات روده بزرگ. حرکات کرمی روده بزرگ به آهستگی انجام میشن. این حرکات کمک میکنن تا مواد دفعی کم کم به سمت مخرج برن تا در انعکاس دفع از بدن دفع شن. ترشحات روده بزرگ. سطح داخلی دیواره روده بزرگ از بافت پوششی استوانه‌ای تک لایه پوشیده شده. این سلولا همانند سایر بخش‌های لوله گوارش موسین ترشح میکنن که موسین با جذب آب تبدیل به ماده مخاطی میشه. این سلول ها توانایی تولید آنزیمی که باعث گوارش برون سلولی میشه رو ندارن. سلول های پوششی مقدار کمی هم پتاسیم تولید و به داخل روده ترشح میکنن. جذب مواد در روده بزرگ. چه موادی در روده بزرگ جذب میشن؟ مورد الف آب. آب از مواد دفعی جذب میشه تا عمل دفع راحت انجام شه. مورد ب یونها و مورد جیم هم ویتامین های کا و فولیک اسید یا همون ویتامین B9. این ویتامین ها توسط باکتری های همزیست که در روده بزرگ هست تولید شده.
خب این 3 مورد مربوط به وظیفه جذب روده بزرگ هست. اما روده بزرگ علاوه بر وظیفه جذب، وظیفه ذخیره موقتی مدفوع رو هم بر عهده داره. چه موادی از روده باریک وارد روده بزرگ میشن؟ الف، مواد جذب نشده مثل گلوکوز، مواد گوارش نیافته مثل سلولوز و مواد دفعی مثل بیلیروبین و کلسترول. مورد ب، یاخته های مرده، یعنی همون سلول هایی که می افتادن داخل روده و پس از مرگشون آنزیم های درونیشون آزاد می شد. مورد جیم، آب و املاح و مورد دال هم باقی مانده های شیره های گوارشی که توسط معده، پانکراس و روده باریک تولید شده بود. پس توی روده بزرگ هم آنزیم داریم، اما این آنزیم ها رو روده بزرگ نساخته. و در نهایت انعکاس دفع مدفوع از راه مخرج. مراحل انعکاس دفع به این صورت هست: با ورود مواد دفعی به راست روده انعکاس دفع ایجاد میشه. بر اثر اتساع یا کشیدگی دیواره راست روده یه پیام عصبی از طریق نورون حسی به مرکز عصبی مربوطه فرستاده میشه. مرکز عصبی هم دستور انبساط یا شل شدن دریچه داخلی مخرج رو صادر میکنه. دریچه داخلی مخرج از نوع ماهیچه صاف و غیر ارادی هست. پس با رسیدن پیام عصبی این دریچه به صورت غیر ارادی باز میشه. و در نهایت دریچه خارجی مخرج که ماهیچه‌اش از نوع مخطط و ارادی هست به اختیار ما باز میشه و عمل دفع مدفوع صورت میگیره. پس عملکردهای روده بزرگ شامل این 5 بخش میشه: حرکات، ترشحات، جذب، موادی که به روده بزرگ وارد میشن و انعکاس دفع مدفوع. اینجا کانال مدرسه نقشه ذهنیه. اگه مخاطب جدید هستین و کانال رو سابسکرایب نکردین میتونید این کار رو انجام بدین و اگه علامت زنگوله رو گزینه آل بذارید به محض اینکه ویدیو جدید منتشر شه از طریق نوتیفیکیشن مطلع میشید. و برای حمایت از ما ممنون میشیم ویدیو ما رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید.